نمیدونم تو هم اینجوری بودی یا نه، ولی من وقتی بچه بودم یه آرزو داشتم و اونم این بود که شخصیت کتابایی که دارم میخونم زنده بشه. بعدن که بزرگتر شدم سعی کردم در قالب یه استارتاپ این محصول رو برای بچه‌های کوچیک آماده کنم، ولی چون تجربه کمی تو حوزه کسب و کار داشتیم شکست خورد. اما امروز به نظرم این ایده قابل اجراست. چرا؟ چون نقل و نبات دنیای محصولات مدرن شده گیمیفیکیشن. حالا این اسم خارجکی قلمبه سلمبه یعنی چی و چطور میشه پولش کرد؟ گیمیفیکیشن به زبون ساده یعنی استفاده از بازی. توی کجا؟ توی کسب و کار. در واقع یه ابزار برای جذب مخاطب. بر مبناش میشه هزاران هزار محصول جدید رو ساخت و همشون این پتانسیل رو دارن که تبدیل به کسب و کارهای میلیاردی بشن. توی اون دوره که من و تیمم میخواستیم این کتاب رو بسازیم هنوز خبری از گیمیفیکیشن نبود و اصلا اصولش رو نمیدونستیم. اما الان که ترند شده تو میتونی هر محتوایی رو، نه فقط کتاب، هر چیزی رو تعاملی کنی و در قالب بازی ارائه بدی. حالا دقیقاً یعنی چجوری؟ یعنی یه آدم وقتی که یه کتاب رو میخونه تو طول مطالعه دائم با کتاب تعامل داره. میتونه تصمیم‌هاش به کاراکترهای داستان کمک کنه و حتی انتخاب‌هایی که میکنه روی پایان داستان تأثیر بذاره. حالا ملزومات اجراش چیه؟ چطور میشه بازاریابیش کرد؟ و چقدر سرمایه اولیه میخواد؟ همه اینا رو توی کپشن بهت توضیح دادم.